اینه که تو با پروردگارت کدورت پیدا کنی و از او دلگیر بشی و دلگیر شدنت هم مال ناشکریه. یه ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم کمه. این چه سهم ما رو دادی؟ این یعنی ناشکری. وقتی آدم شاد نیست معنیش اینه که من ناشکرم. حالا 100,000 خدای کرور شکر که قبول نمیکنن که. شکر به کلمه شکر که نیست. گفتن یه قماربازی هی میباخت و به زمین زمان کفر میگفت و به جبرئیل و میکائیل و میکشید اینا. قمارباز رفیقش گفتن ما دیگه با تو بازی نمیکنیم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه کفر میگی بعدش عصبانی میشه اینا میبازی اینا. گفت نه دیگه کفر نمیگم. گفتم باید شکر بکنیم. این باز نامرده اومد و سقاپ و ریخت و اینا باخت. گفت خدایا شکره. این همون فوشاست منتها حالا اسمش عوض کردیم. ما هم گاهی اوقات میگیم خدایا شکر.